شما که مفتخر به داشتن فرزندی باشید از سعادتمندترین افراد جامعه هستید و پلیسی که افتخار نگهبانی فرزندان شما را دارد سربلندترین عضو اجتماع. از وظایف مهم پلیس مدارس هنگام تعطیل آموزشگاه‌ها مراقبت در وضع عبور و مرور دانش آموزان، کنترل حرکت وسایط نقلیه، ممانعت از توقف طباخان و دستفروشان در جلوی مدارس، متفرق کردن اشخاصی که توقفشان برای عبور محصلین تولید اشکال می‌کند و بالاخره جلوگیری از مزاحمت اشخاص ولگرد و مزاحم است. حرکات این قبیل خیابانگردها که در راه مدرسه مزاحم دختران شما میشوند از چشم تیزبین پلیس مدارس پوشیده نمی‌ماند. پلیس مدارس ژیگولو را به دادگاه می‌کشاند. تعداد 270 تن افسر شهربانی و پاسبان که اولین دوره پلیس مدارس را در مرکز آموزشی کلانتری 3 طی کردند، از آغاز سال تحصیلی جاری به انجام وظایف محول پرداختند. اگر در ازدحام خیابان خدای نکرده کودک دلبند شما راه گم کند، باز هم پلیس مدارس است که آن جان شیرین را به آغوش گرم شما باز می‌دهد. حافظ جان فرزند شما پلیس مدارس است.